من میگم اصلا اقتصاد اسلامی نیست، وجود نداره. خوب شما میگید هست. بگید که اقتصاد اسلامی چیه و نقد شما چیه؟ اقتصاد اسلامی از دیدگاه بنده بله آن چیزی است که حضرت امام فرمودند که من خوندم براتون. بله از این جمله زیاد دارم. بله. همینو ما دنبالش بریم اقتصاد اسلامی. بله. سوال آقای خامنه ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟ چرا باید ما دیدگاه اقتصاد اونا رو قبول کنیم اگر اهل علمی؟ اونا مگه اقتصاددانن؟ ما راجع به فقه، راجع به فقاهت نمیتونیم حرف بزنیم، اجتهاد کنیم. خب نخوندیم، درست هم میگه. اونا مگه خوندن اقتصاد؟ چرا باید تابع اراده و فرمایشات کسایی باشیم که اهل تخصص نیستن؟ یعنی چی؟ یعنی شما بیاید بشید رهبر فکری اقتصادی کشور؟ نه. پس کی بشه؟ اقتصاددان. ولی شما و امثال